پاتون قمار هرشو میخوابی لای منو خماری داداش یه ذره دیگه بریز بسته دیگه. بعد الو الا مصب بریز چیزی نی میشاشی ها. بریز چیزی نی من برای خودت گفتم ها. کورم کرد لامصب پرام آب چرا باید کورت کنه؟ آب آقا پرام داشتین چرا؟ آب دیگه. آب نیستون اون نوشدارو بعد مرگ سهرابه. وای بابات اومد خونه. جمعش کن. سلام بابا. سلام پرام جان، حالت خوبه؟ خسته کارات نباشی. مرسی. چی کار میکردی؟ خونه رو گرفتیم رو سرتون با آهنگ. آهنگ ورزشه بو نگاه کن. بله آهنگ ورزشه. تازه سوت هم داره. بله باشه، قطعش کنید، پاشید لباساتون رو بپوشید بریم. قطعش کن بابا. کجا بریم؟ بیرون دیگه. منو پرام نمیایم بابا. هر شب همین ساعت همین دقیقه میای میگی پاشید بپوشید بریم بیرون گشتی بزنیم. رستوران هم میریم، پارک هم میریم، سینما هم میریم، بعدش هم میاریم اون خونه. خب چی از این بهتر؟ مگه دوست دخترتیم بابا؟ ببین بس داری چت پت میگی. یه طوری رفتار میکنی آدم حس بد میگیره. یه دفعه زور ببرمون. انگار هر شب برنامه این با من. بهتر من دیگه تو بیلیاقتو نمیبرم بیرون. یا زودم ناراحت شد. درست نگفتم برام؟ یه حسی نمیگیری از بابای من؟ نه، هیچ حسی من به بابات ندارم. هیچ حسی.